درود بر جانهای آگاه، بر آنانی که در جستجوی فروغ درون و حکمت کهن به دل سکوت فرو می روند. امروز در روز هرمزشید به آوای بلوط خردمند گوش می سپاریم. درختی که هزاران سال ایستاده و هر برگش کتابی است از دانایی، حالا بنشین در راحت ترین وضعیت، چشمهایت را ببند و پاهایت را به دامان خاک بسپار و با هر دم نور را از آسمان بگیر و با هر بازدم خستگی، تردید و آشوب را رها کن و با من 3 نفس عمیق بکش. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. اینک اجازه بده تنفس به حالت طبیعی و آرام خود ادامه یابد. اکنون تصور کن و حس کن در دامنه ای آرام در دل جنگل‌های زاگرس نشسته ای. صدای پرندگان، وزش باد و درست روبرویت درختی است کهنسال، بلوط خردمند. همزمان که از آرامش و حضورت لذت میبری، بلوط خردمند سخن میگوید. من بلوط قدرتمند و دانا هستم، فرزند ایران زمین. مرا میشنوی؟ من دیدم چه شاهان آمدند و رفتند. من دیدم چه خاک چگونه حافظ جانها بود. من بلوطم، ریشم در دل هزاران سال دویده و شاخه هایم در آسمان ها گسترده است و برگ هایم به زبان باد به همه چیز گوش سپردند. من پیام آور هرمزم، ایزد دانایی و خرد اصیل. ای فرزندم که به مراقبه آمده ای، بدان دانایی در بیرون نیست، نه در کتاب ها، نه در تایید دیگران، بلکه در دل توست، در آن جایی که ساکت ترین نقطه درون توست. خود را به من بسپار. من آموزگاری نمی کنم، من فقط یادآورم. یادآور فرزانگی که از تبار توست، از تبار ایرانی و از تبار فراورهای روشن. و اکنون که به سخنان بلوط خردمند گوش سپردیم، با آگاهی به حضور و توجه به جریان تنفس با من تکرار کن: اهورامزدا، فروغ درون مرا برافروز. بخشش را میپذیرم، دانایی را میجویم. من از تبار زرتشت، یادگار آتش مقدسم. در ریشم خرد است، در شاخه هایم صلح و در میوه‌ام آگاهی است. من درختیم که راه می رود و بلوطیم که می شنود. اکنون به همراه من 3 نفس عمیق بکش. با دم دانش و خرد را به درون دعوت کن و با بازدم ترس و بیخردی را خارج کن. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. به آرامی به بدنت بازگرد و بدنت را حس کن. سنگینی دستهایت، چشمانت و قلب تابناکترت را و این نغمه را با خود زمزمه کن. من از تبار نورم، من شاخه‌ای از درخت خردم و فردای ایران زمین روشن‌تر و سبزتر از امروز است. بدرود فرزند مهر ایران زمین.